همه چیز از دیشب شروع شد. وقتی وسط سکوت شب صدایی کشیده شدن چیزی روی زمین رو شنیدم. صدایی آهسته اما مطمئن، انگار یک نفر با انگشتاش پشت در اتاق من راه میرفت. اول فکر کردم توهمه، اما وقتی خم شدم و به زیر در نگاه کردم، سایه یه جفت پا رو دیدم. نه پاهای عادی، پاهایی که انگار از زانو به پایین خمیده و نامرتب بودن، انگار کسی اونا رو از جا کنده و بعد دوباره سرهم کرده باشه. آروم آروم جلو و عقب می رفتن، بدون هیچ صدایی از قدم. فقط سایه حرکت می کرد. خواستم فریاد بزنم اما گلوم خشک شد. پشت در یک دفعه صدا قطع شد. سایه ایستاد، کاملا ثابت، انگار فهمیده بود نگاهش میکنم. بعد در آروم تکون خورد، یه بار، دو بار، و بعد یه ضربه محکم، مثل اینکه کسی با تمام وجودش از اون طرف تنه میزد تا بیاد داخل. دستگیره شروع کرد به لرزیدن، بالا پایین بالا، مثل یه حیوانی که نمیفهمه چطور درو باز کنه ولی میدونه پشتش چی هست. ناخنهاش روی سطح چوبی در شروع کردن به کشیده شدن، آروم، بعد سریعتر. صدایی مثل سوهان، مثل اینکه چوب داشت از داخل کنده میشد. همه چی یهو ساکت شد. نه سایه‌هایی نه صدایی، فقط نفس‌های خودم رو میشنیدم. بعد از پشت در صدایی آروم اومد، صوتی خفه نزدیک، انگار کسی دهنش رو به چوب چسبونده باشه. نترس، امشب فقط نوبت تماشاست. نوبت تو هنوز نرسیده. از پارت بعدی میخوای کانال اتاق تاریک رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن.